در ادامه تمرینات بداهه نوازی ساده تو این ویدیو میخوایم با هم تیکه دشتی بزنیم و اینکه کوکمون هست ر لا ر لا. سی کرون داریم و اینکه عرض کردم این ویدیوها مخصوص اون دسته از عزیزانی هست که کتاب‌های ردیف استاد صبا رو زدن، آشنایی دارن. حالا اینجا میخوایم با هم دیگه یکم تمرینات ساده رو انجام بدیم. کوکمون پس هست ر لا ر لا. سی کرون. روسیم اول دو ر می فا می ر می، دو ر می فا می ر می می، فهم می، سول فا می. جوابش میشه ر می فا می ر می فا می فا سول فا می فا می ر می ر می کرون، ر می ر دو ر دو. همون رو تکرار کردم. می فا سول فا می فا سول فا سولا سول فا می فا سول فا می ر ر می ر دو ر دو سی دو سی دو دو سی لا سی لا سی لا سی لا دو سی رو دو ویبره زیاد. سی لا سول لا سول سی لا دو ر می سول می فا فا ر می. صدای سیم چهارم هم آکورد بیاد. میره 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 دو ر می دو ر می. فای سولی داریم اینجا. لا سی لا سی لا سول فا فا بکار سول لا سول لا سول فا می فا سول فا می ره ر می فا سول لا لا سی لا سول لا سول فا می فا می ره می ره می. دو می ره می ره ر فا می ره نظر ها ر فا می ره دو سی لا سو دو سی دو ر می ره دو دو سی لا سی لا سی لا سی لا ر دو دو سی سی لا لا سو لا. ر لا. یه بداهه نوازی خیلی خیلی ساده تقدیم به شما عزیزان. امیدوارم که تونسته باشم خدمت و کمک خیلی خیلی کوچیکی به شما عزیزان کرده باشم. اگر که سوالی ایرادی بود با شماره تلفن اول ویدیو یا موبایل خودم 912 218 61 97 تماس بگیرید. با کمال میل در خدمتتون خواهم بود.